در این ویدیو میپردازیم به واقعه تلخ المناک عاشورا یا 10 محرم. در ادامه مرور بر حادثه کربلا خواهیم پرداخت. عزیزان بیننده، سلام و سلامتی نثارتان باد. به تماشای این ویدیو از کانال زلال میدیا خوش آمدید. لطف نموده کانال ما را سابسکرایب و کلید زنگوله را نیز فشار دهید. امام حسین علیه السلام پس از نماز صبح سپاه خویش را که متشکل از 32 تن سواره و 40 تن پیاده بودند به 3 دسته تقسیم کرد. دسته اول را در بخش میمنه، دسته دوم را در بخش میسره و دسته را در میان آن دو قرار داد. اما آن حضرت بارها برای اندرز سپاه کفر دشمن پا به پیش نهاد و با بیان خطبه های روشنگر آنان را به حفظ و آرامش و عدم خونریزی دعوت کرد و از جنگ و مبارزه باز داشت. ولی دشمن که مغرور از کثرت سپاه خود و قلت یاران امام حسین علیه السلام بود به هیچ صراط مستقیم نبود، ولی جز تعداد اندکی که از خواب غفلت بیدار شده و حقیقت را دریافتند به سپاه آن حضرت پیوستند. بقیه آنان در ضلالت و گمراهی خویش باقی ماندند و بر آغاز جنگ اصرار می کردند. حرب بن یزید تمیمی که از فرماندهان جنگاور و دلیر عمر بن سعد بود، وقت بزرگواری امام حسین علیه السلام و حقیقت خواهی وی را ملاحظه کرد و از سوی دیگر شاهد نیت‌های پلید عمر بن سعد و لشکریان عبیدالله بن زیاد و جنایت‌ها و ظلمکاری‌های آنان بود، از خواب غفلت و دنیا طلبی بیدار شد و به یک بارگی سپاه کفر پیشه عمر بن سعد را ترک و به سوی خیمگاه امام حسین علیه السلام رهسپار شد. سپاه دشمن که از پیوستن هر و چند نفر دیگر به سپاه امام حسین علیه السلام احساس خطر و ریزش نیرو کرده و ادامه این وضعیت را به زیان خود میدید، فرمان حمله را صادر کرد. عمر بن سعد با رها کردن تیر به سوی سپاهان امام حسین علیه السلام جنگ را به طور رسمی آغاز و سپاهان نگونبخت خود را به نبرد و تهاجم ترغیب و تشویق کرد. در اندک مدت دو سپاه به یکدیگر نزدیک شده و با ابزارهای جنگی آن روز به نبرد پرداختند. در این نبرد شگفت تاریخی به وقوع پیوست و معادلات نظامی در هم ریخت و آن دفاع یک سپاه کمتر از 100 نفر که برخی از آنان را نوجوانان و یا کهنسالان سال خورده تشکیل میدادند در برابر یک سپاه چند هزار نفری بود. هر یک از یاران امام حسین علیه السلام با 10 تن از نیروهای دشمن به نبرد نابرابری و تن به تن پرداخت. یاران امام حسین علیه السلام با سرفرازی به شرف شهادت نایل شده و با ادامه دلاوری دشمن را زمینگیر نمودند. یاران امام حسین علیه السلام از بامداد تا عصر عاشورا نبرد را ادامه داد و تا آخرین قطره های خون خود از قیام امام حسین علیه السلام پاسداری کردند. محدث قمی از محمد بن ابوطالب موسوی روایت کرده است که در این نبرد 50 تن از یاران امام حسین علیه السلام به شهادت رسیدند. از جمله واقع ظهور عاشورا برپایی نماز ظهور عاشورا است. بر هنگام ظهر یکی از یاران امام حسین علیه السلام به نام ابو ثمامه سیداوی آن حضرت را متوجه وقت نماز ظهر کرد. امام حسین علیه السلام که به نماز اهمیت ویژه‌ای میداد، دستور داد که جنگ را متوقف کرده و همگی به نماز پردازند. پیشنهاد امام حسین علیه السلام مورد موافقت دشمن قرار نگرفت و آنان هم چنان به نبرد خود ادامه میدادند. امام حسین به ناچار یک طرف جنگ را متوقف کرد و با یاران اندک خود نماز ظهر را به صورت نماز خوف یا نماز ویژه زمان جنگ به جای آورد. دشمنان هیچگاه ترحم با امام حسین علیه السلام و نمازگزاران نکرده و با رها کردن تیر آنان را هدف قرار میدادند. برخی از مدافعان امام حسین علیه السلام دشمن را از اطراف نمازگزاران پراکنده کرده و برخی دیگر خود را سپر تیرها قرار داده و مانع رسیدن آنها به وجود امام حسین علیه السلام می شدند. پس از نماز یاران امام حسین علیه السلام روحی رزمی تازه یافته و به سوی دشمن هجوم آوردند.
تمام یاران امام حسین علیه السلام از جمله جوانان برومند بنی هاشم به جهاد و دفاع پرداخته و به شهادت رسیدند. نبرد هر یک از آنان لرزه‌ای در ارکان سپاه کفر به وجود آورده و شهادت آنان تاثیر شکننده‌ای در وجود مبارک امام حسین علیه السلام پدید آورد. به طوری که آن حضرت هنگامی که تنها شد و یک تنه با دشمن نبرد می کرد به یاد یاران شهید خود می افتاد. امام حسین علیه السلام به تنهایی ساعات چند با دشمن مبارزه کرد. او به هر طرف حمله می کرد و گروهی را به هلاکت می رساند. هرگاه برای آن حضرت فرصت به دست می آمد بر خیمه برمی گشت و با حضور خود کودکان و زنان بیپناه را تسلی می داد و بار دیگر با آنان خداحافظی می کرد. در یکی از خداحافظی ها فرزند شیرخوار خود را که جهت سیراب کردن به سوی دشمن آورد و از آنها تقاضای آب برای فرزند شیرخوار خود کرد، ولی سپاه سنگدل عمر بن سعد به فرزند 6 ماهه او رحم نکرده و با هدف تیر قرار دادنش وی را در آغوش پدر غرق به خون کرد. امام حسین علیه السلام بدن غرق به خون علی اصغر علیه السلام را به خیمه برگرداند و بار دیگر به مبارزه پرداخت. آن حضرت زخم‌های فراوان در میدان مبارزه متحمل شد تا آنکه بر اثر کثرت جراحت‌ها به زمین افتاد. در آن حال نیز دشمنان رهایش نکرد و با ابزارهای گوناگون از جمله تیر و نیزه و شمشیر و سنگ بر بدنش ضربات وارد نمود. سرانجام آن حضرت تا به توان از کف داد و بر خاک گرم کربلا بر زمین افتاد و آماده مهمانی خدا گردید. شمر بن نیزی الجوشن با قساوت تمام به سوی بدن خونین آن حضرت رفت. در حالی که رقمی در بدن شریفش بود سر مبارکش را از قفا جدا کرد و سر بریده را به خولی اسبها تحویل داد تا به نظر عمر بن سعد منتقل کند. سپاه عمر بن سعد به ویژه دسته نابکار شمر پس از شهادت امام حسین علیه السلام به خیمه های آن حضرت یورش بردند و خیمه ها را تاراج کردند. آنان حتی حریم اهل بیت علیه السلام را مراعات نکرده و زیور و لباس های زنان را از آنها ستادند. دشمنان پس از تاراج خیمه ها را به آتش کشیدند. در این هنگام کودکان و زنان بی سرپرست از خیمه ها بیرون آمدند و به بیابان های اطراف گریختند. عمر بن سعد خطاب به سپاه خود گفت: چی کسان آماده تاختن اسب بر کشتگان را دارند؟ 10 نفر از آنان اعلام آمادگی کردند و پس از نعلبندی اسباب خیش را بر پیکر شهدای کربلا از جمله ابو عبدالله الحسین علیه السلام اسب تاختند و پیکرهای پر از جراحات و بی سر شهدا را در هم شکستاندند. عمر بن سعد در عصر عاشورا برای خوشخدمتی بیشتر و اعلام وفاداری به عبیدالله بن زیاد و خاندان بنی امیه دستور داد سر بریده امام حسین علیه السلام را با شتاب به کوفه ببرد و عبیدالله بن زیاد را از پایان یافتن جنگ کربلا با خبر گرداند. همراهان گرامی، امیدوارم که این داستان برای شما روشن کننده و آموزنده بوده باشد. التماس دعا بر روح شهدای پاک گلگل کفن با تسلیت بر امت مسلمه. تا درود و سلام و کلام و بعد، بیدرود عزیزان.